این اولین بسیج خودجوش مردمی مردم هرات در مقابل تحرکات طالبان است. با اینکه تحرکات طالبان در برخی از ولسوالی‌های ولایت هرات افزایش یافته است، در کنار آن امروز نخستین گروه از بسیج مردمی برای حمایت از نیروهای امنیتی و سرکوب گروه طالبان در ولسوالی گذره ولایت هرات شکل گرفته است. در این بسیج خودجوش مردمی ولایت هرات بیش از 200 تن از مجاهدین اربابان و جوانان ولسوالی گذره شرکت دارند. امروز اولین بسیج ما از ولسوالی گذره شروع کردیم. یقینا این نیروهایی هستند که در کنار نیروهای دفاعی امنیتی در چوکات دولت تحت امر دولت و مسئولین نیروهای امنیتی یک جای علیه طالبان حرکت کرده و او طالبایی که در هر غار هر مخفیگاهی که خود پنهان کردن، این نیروها به حمایت کامل نیروهای امنیتی در حرکت شده اونها را به نابودی میکشونند. این گروه مردم رو ببینیم، این مردم خودجوش آمده، این مردم رو کس بسیج نکرده، این خود از اینا به مقابل طالب بسیج شدن. و چی پیام داریم به طالب؟ این پیام داریم طالب توبه بکش که به این مردم روبرو نشی. اگر روبرو شدی روز خور از این روز بدتر ببینیم. ما به شما اطمینان میدم که طالب روی خور از دست داده و طالب به مقابل از این ملت استفاده شدگی نمیتونه بکنه. والی هرات از بسیج‌های بیشتر خودجوش مردمی در سایر ولسوالی‌های ولایت هرات خبر می‌دهد. والی می‌گوید که در روزهای آینده مردم به صورت خودجوش در 18 ولسوالی دیگر ولایت هرات بسیج‌های مردمی را شکل می‌دهند. والی هرات شکلگیری این بسیج‌های مردمی را یک نقطه قوت به مردم افغانستان خصوصاً مردم هرات بیان می‌کند. من اطمینان میتونم به شهروندای هرات، به ساکنین هرات که این قوت، این نیرویی که به حمایت نیروهای امنیتی بسیج هستند، ما طرف پیروزی نهایی میدیم. اگر افغان هستیم، اگر مسلمان هستیم، بیایم صلح کنیم، بیایم به کنار مردمان خود یک جا بشیم و در تامین امنیت، در تامین صلح و ثبات همکاری لازم را انجام بدیم. و اگر خواسته باشیم سرک، پلچک، مکاتب و مدارس تخریب کنیم، نیروهای خودجوش مردم در کنار نیروهای امنیتی در جهت تامین امنیت جواب دندان شکن به مخالفین نظام میدن. والی هرات از حمایت کامل دولت از کسانی که در این بسیج‌های خودجوش مردمی شرکت می‌کنند خبر می‌دهد. تمام امکانات، علاوه تجهیزات، لحاظ مالیات، امکانات مالی فراوان در اختیار است. هر چقدر جوانایی که بسیج میشن در کنار دولت به خاطر مبارزه علیه تروریسم و طالب، ما آماده کمک و همکاری هستیم. از سوی دیگر کسانی که در این بسیج‌های خودجوش مردمی شرکت کرده اند میگویند به کسی اجازه ناامن ساختن ولایت هرات را نمیدهند. سر میگذاریم سنگر نمیدیم به دشمن، سر میدیم سنگر نمیدیم، ما دفاع میکنیم و خاک وطن ننگ ناموس ولایت افغانستان خصوصا هرات. اگر صلح نکنن بعضی نیروهای جوانای کشور، مردم ملکی همیشه با طرف خواه بودن، نخواه گذاشتن که ما کشور را ناامن کنن. ما همیشه با مردم نیروهای امنیتی خود هم سنگر هستیم. در حال بسیج‌های خودجوش مردمی بر ضد طالبان شکل می‌گیرد که این گروه در این اواخر حملات خود را در برخی از ولسوالی‌های ولایت هرات افزایش داده است و در برخی از مناطق نیز اقدام به ویرانی سرک‌ها، پل‌ها و سایر اماکن عام المنفعه کرده است. از سوی هم آگاهان نظامی شکل گیری بسیج‌های خودجوش مردمی در چوکات و تحت امر دولت را نقطه قوت به نیروهای امنیتی و ضربه محکم به طالبان بیان کردند.